ده نصیحتی پیامبر خدا علیه السلام برای حضرت معاذ ابن جبل. عن معاذ ابن جبل رضی الله عنه قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه یکی از صحابه های جلیل القدر پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که پیامبر اسلام برای من 10 وصیت کرد، 10 نصیحت کرد. این 10 نصیحتی که پیامبر خدا برای حضرت معاذ کرد چی بود و کدام ها بود؟ اول نصیحتش بود که لا تشرک بالله شیئا و این قتلت او حرقت. با الله سبحانه و تعالی شریک قرار مده هیچ احد را، هیچ مخلوق را با الله شریک قرار نده. یگانه ذاتی که در این دنیا سزاوار پرستش، سزاوار عبادت هست الله هست. بغیر از خداوند هیچ مخلوقی، هیچ احدی خدای وجود ندارد سزاوار تعظیم، سزاوار رکوع و پرستش نیست مگر الله. پس اینجا پیامبر خدا علیه السلام برای معاذ میگوید که به الله شریک نیاور. و این قتلت او حرقت، اگر چی که کشته شدی یا سوزانده شدی، اگر یک دشمن تو را میکشد یا دشمن تو را میسوزاند، باز هم با الله شریک قرار نده، شریک نیاور. نصیحت دوم ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك و مالك. نصیحت دومی پیامبر خدا علیه السلام برای معاذ این هست که نافرمانی پدر و مادرت را مکن. اگر چی که تو را دستور دهند که خانمت را رها کنی، طلاق بدهی یا همه اموالت را خرج کنی، اگر یک پدر دستور میدهد که مالت را همه خرج بکن، تو باید اطاعت بکنی. پس بناهن اگر همچو دستور پدر و مادر میدهد، باز هم نافرمانی پدر و مادر را نکن. نصیحت سومی پیامبر خدا علیه السلام برای حضرت معاذ. نصیحت سوم چیست؟ ولا تتركن الصلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك الصلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. سومین نصیحت پیامبر خدایی است که نمازت را ترک نکن، نماز فرض را هرگز ترک نکن، نماز را هرگز ترک نکن. و هر کسی که نماز فرض را قصداً ترک بکند، این از ضمانت خدا خارج میشه. الله متعال انسان بی نماز را ضمانت نمیده. پیامبر علیه السلام زمانی که شما نماز صبح میخوانی، حرکت میکنی طرف کار و بارد، خدا میگه امروز تو تا شب در ذمه ما هستی، ما ضمانت تو هستیم که هیچ بلای سر نیفته. و اگر انسان بدون نماز حرکت کنه، الله متعال میگه امروز ضمانت تو نیست. پس انسان را هیچگاه نماز ترک نکنه. اینجا پیامبر خدا علیه السلام برای معاذ نصیحت به نماز میکنه که در نماز پیوند باش. چهارم نصیحت پیامبر خدا علیه السلام میگه ولا تشربن خمرا فانه رأس كل فاحشه. هیچگاه شراب منوش، خمر منوش، چون که بنیاد همه فحشا هست، بنیاد همه گناه ها شراب نوشیدن هست. پس انسان که شراب می نوشد انسان بی غیرت می کند، انسان دیوس صفت می سازد،
انسان مثل یک حیوانی وحشی صفت میسازد. دیگر شراب عقل انسان را، فکر انسان را، صحت انسان را، جسم انسان خراب میسازد. بنا شراب پیامبر خدا میگه ننوش. نصیحت پنجم، پیامبر